ایوب علیه السلام الگوی صبر و شکرگزاری بود. ایوب علیه السلام در رفاه کامل زندگی میکرد. 7 دختر و 7 پسر داشت. خداوند آزمایشش کرد، تمام ثروتش رو ازش گرفت. 7 دختر و 7 پسرش رو هم ازش گرفت. دچار بیماری سختی کرد که مردم به خاطر بیماریش ازش فاصله میگرفتند. 17 سال در این سختی بود. 17 سال تحمل کرد. فقط یه چیزی گفت: خدایا رنج و سختی زیادی به من رسیده و تو مهربان ترین مهربان‌هایی. به خاطر این جملهش خداوند تمام چیزهایی رو که ازش گرفته بود 2 برابرش رو بهش برگردوند. در هر شرایطی که هستی بگو الحمدلله، خدای شکرت، هیچ وقت ناشکری نکن. سلام علیکم. هیچ کار خوبی رو کوچیک نشمر. هر کار خوبی رو که میشناسی انجام بده. تو خیابون داری میری، میبینی یه نفر ماشینش خراب شده، بهش کمک کن. تو خیابون داری میری، میبینی یه چیزی افتاده که داره مردم اذیت میکنه، اون رو بردار. شخصی رو دیدی داره آشغال جمع میکنه، خیابون رو جارو میکنه، بهش سلام کن. کسی رو دیدی ناراحته، اگه میتونی ناراحتیش رو برطرف کن. کسی رو دیدی که نیاز داره بهش لبخند بزنی، پس لبخند بزن. تمام کارهای خوب انجام بده، ضرر نمی کنی. تو که نمیدونی به وسیله کدوم کار خوبت خدا تو رو میبخشه. خدا خیلی بخشنده و مهربونه. تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن. سلام علیکم. وقتی به الله اعتماد کنی، الله نعمتهاش و بخششهاش رو نصیبت میکنه که به فکر و قلب هیچ کس خطور نمیکنه. یوسف علیه السلام تو زندان بود، 2 جوان دیگه هم باش بودن. یوسف علیه السلام از نظر قلب و جسم زیباترین و بهترین شخص بود. خداوند اون 2 جوان رو زودتر از حضرت یوسف علیه السلام از زندان بیرون آورد و یوسف علیه السلام تو زندان موند. جوان اولی رو از زندان بیرون آورد تا به کار قبلیش خدمتکاری برگرده. خداوند جوان دومی رو از زندان بیرون آورد تا کشته شه و در آخر خداوند یوسف علیه السلام رو از زندان بیرون آورد تا حاکم مصر و عزیز مصر شه. دعاهات، آرزوهات اگه به تأخیر میفته بهش اعتماد کن، به اون بالای اعتماد کن تا بهترین ها رو نصیبت کنه. سلام علیکم. من یه عمر نماز نخوندم، یه عمر سیگار کشیدم و یعفو عن السیئات، گناهان رو میبخشه. یه عمر با پدر مادرم بدرفتاری کردم، مرتکب زنا شدم و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون، گناهان رو میبخشه و چیزی رو که انجام میدی خدا میدونه. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما، مگر کسی که توبه کنه و ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، پس خداوند گناهاش رو تبدیل به خوبی میکنه. گناهایی که قبلا انجام داده تبدیل به خوبی میکنه و خداوند آمرزنده مهربان است. سلام علیکم. قبل از انجام هر کاری به جای این که بگیم خدا چی میگه، میگیم مردم چی میگن. یه عده‌ای همیشه هستن بیشتر از این که با خودت حرف زده باشن پشت سرت حرف زدن. حرف مردم مثل خاکه، اگه تو هوا نباشه زیر پاته. نگران حرف مردم نباش. الله متعال پرونده ای رو که مردم می‌نویسن نمیخونه، نگاش هم نمیکنه. کسایی که پشت سرت حرف میزنن پشت سرتن، اهمیت نده. گوش بده، یه نصیحت، سعی کن همیشه فاصلت رو با مردم حفظ کنی. یهویی میبینی ترمز میزنن، بعد میگن تو مقصری. مردم به خدا هم عیب میگیرن، تو که بنده خدایی. سلام علیکم. وَإِذْ بَوَّأْنَا